آیا می دانستید از موشها هم می توان برای پرورش گوش مصنوعی استفاده کرد؟ هی این چه جور جاییه؟ من چطور سر از اینجا در آوردم؟ وای واه این چه لباسیه؟ این چیزای چسبناک و رو تنم چیه؟ هی منو کجا میبرید؟ ها؟ این چیه که داره میچکه؟ چرا رنگیه؟ وای چرا اینجا یه موش گنده است؟ هی چرا دوباره منو میچپونید توش؟ بذارید بیام بیرون، چنده شاوره، منو از اینجا بکشید بیرون. جیغ من روی اون موش کاملا خوب بودم، چرا منو به این چیز دوختید؟ صبر کن، صدای من چی شده؟ چرا شبیه موش حرف میزنم؟ جیغ دکتر، این عضو رو چه کسی اهدا کرده؟ باید درست و حسابی ازش تشکر کنم. لازم نیست. این گوش از همون موش گوش انسانیه که با دقت پرورشش دادم. نتیجهش خوبه؟ چی؟ از موش؟ واقعا آدما میتونن ازش استفاده کنن؟ من حتی برات پوست خوک هم دوختم. یک گوش موش که دیگه چیزی نیست. مهم اینه که خوب کار کنه.